به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به اخبار ورزشی این ساعت. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ دست اول شهر کابل، تیم فوتبال رسانه‌های افغانستان با نتیجه 5-2 تیم مشعل را در هم کوبید. این بازی اصل امروز در استادیوم پروژه گل آغاز شد. در نیمه نخست این دیدار تیم مشعل توانست با نتیجه 2-0 از تیم رسانه‌ها پیش بیفتد، اما در نیمه دوم تیم رسانه‌ها با هتریک حمید گلزار 5 گل زد و توانست نخستین پیروزی خود را با اقتدار کسب کند. در دو بازی گذشته تیم رسانه‌ها توانسته بود یک تساوی و یک باخت را تجربه کند. تیم والیبال قرارگاه زون 202 شمشاد با پیروزی بر تیم دانشگاه تعلیم و تربیت به مقام قهرمانی مسابقات والیبال جام انوا رسید. در دیدار پایانی این مسابقات دو تیم به مسافت یکدیگر رفتند که در این بازی تیم قرارگاه زون 202 شمشاد توانست با نتیجه 3-1 تیم دانشگاه تعلیم و تربیت را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد. تیم والیبال حوزه 4 پلیس بعد از این دو تیم در جایگاه سوم این مسابقات ایستاد. این مسابقات به ابتکار اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان میان 6 تیم از عساکر پلیس از یک هفته قبل آغاز شده بود. هشتمین دور مسابقات والیبال انوا با منظور حاکمیت قانون و کاهش جرایم در بین مردم و ایجاد میانه خوب بین پلیس و مردم برگزار شده که خوشبختانه امروز شاهد مسابقات نهایی هستند که مسابقات برای 5 روز بین 6 تیم برگزار شد. البته منظور ما بر علاوه از اینکه حاکمیت قانون و کاهش جرایم در بین مردم بود، بیشتر ایجاد میانه خوب بین مردم و نیروهای پلیس و از جهت هم برای بلند بردن آگاهی‌های ذهنی نیروهای پلیس و همچنین توانایی‌های جسمی و فیزیکی نیروهای پلیس مسابقات برگزار شد که خوشبختانه مسابقات ما در فضای نهایت دوستانه به انجام رسید. با تشکر از همراهیتان، موفق باشید، شبتان خوش.